به اتفاق چند نفر از دوستان به همراه خانواده ها حدود ساعت 9 شب به کوههای منطقه ارژن از توابع شهرستان شیراز برای رصد چند واقعه نجومی و یک پیکنیک شبانه عزیمت کردیم. در طی مسیر درختی خشک توجه منو به خودش جلب کرد. ماشین رو کناری راه متوقف کردم و برای جمع‌آوری چوب جهت برپایی آتش با یکی از دوستانم مشغول شدم. همینجور که شاخه‌های خشک اون درخت رو می‌بریدیم حس سنگینی بهم القا می‌شد، اما توجهی به اون نمی‌کردم. وقتی به اندازه کافی هیزم جمع کردیم مجدد به راه خودمون ادامه دادیم و حوالی ساعت 12 به منطقه مد نظر در ارتفاعات ارژن که در نزدیکی اون یه منطقه نظامی بود رسیدیم. همه با هم کمک کردیم و وسایل و لوازم رصد رو پیاده و به قولی پیکنیک نجومی خودمون رو برپا کردیم. من یه قلاده سگ ژرمن دارم. اون تعلیم دیده و آموزش دیده برای گارد و محافظته. بیموردم پاس نمیکنه. هیزوما رو از ماشین دوستم پیاده کردیم. کمی شروع به پاس کردن کرد که من بهش فرمان دادم که ساکت باشه. اون ساکت شد ولی همش نگاهش به من یا به هیزوما بود. وقتی ما همه کارا رو انجام دادیم حوالی ساعت 1:15 شب بود و برای اینکه لوازممون گم نشه من گوشی، ساعت و سویچ خودرو رو دادم به یکی از خانمایی که همراهمون بود و اونم گذاشت داخل کیفش. کمی هوا سرد شده بود و تا اون واقعی نجومی حدود 1.5 ساعت فاصله بود. توی همین زمان پیشنهاد دادم چون هوا با وجود اینکه در نیمه تیر ماه بودیم توی اون ارتفاع خیلی سرد شده بود شیر گرم بخوریم. من مقدمات آتش رو فراهم کردم، اما تا باز دست به هیزوما زدم مجددا سگ من کیوتی شروع کرد به پاس کردن. خلاصه من آتش رو برپا کردم و قبل از اینکه بخوام شیر بیارم برای داغ کردن گفتم از آتش فیلم بگیرم برای یادگاری که اون اتفاق رخ داد و ماجرای مرموز بعدش. ابتدا کمی از فیلم رو با دقت ببینید تا من ادامه ماجرا رو خدمتتون عرض کنم. من بعد از اینکه فیلم رو گرفتم اون لحظه اصلا متوجه چیزی نشدم، ولی اگه دقت کنید سگ من در حال زوزه های ریزی به سمت آتیشه. بعد از اینکه شیر داغ شد و همگی خوردیم من کنار آتیش بودم که ناگهان چراغ فلشرای ماشینم به حالت قفل شدن درها روشن شد. تعجب کردم. سحر که با دوستانمون در حال رصد ستاره ها بود رو صدا کردم. گفتم سحر جان سویچ رو برداشتی و در ماشین رو قفل کردی؟ سحر با تعجب گفت من؟ نه، تو خودت وقتی وسایل رو پیاده کردی در ماشین رو بستی و با لوازم تحویلم دادی. گفتم پس چرا در ماشین قفل شد و چراغ فلشه رو روشن شد؟ هر دومون با تعجب سراغ کیف سحر رفتیم. سحر وقتی کیفش رو باز کرد همه لوازمم بود الا سویچ. همونجا لعنت فرستادم به شیطون. گفتم مگه میشه؟ اما برای اینکه ما چند تا بچه همراهمون بود ماجرا رو علنی نکردیم. من دوستم یاسین رو صدا کردم و ماجرا رو تعریف کردم. یاسین گفت شاید وقتی ما هیزوما رو می آوردیم و کیوتی شروع به پاس کردن کرد تو حواست نبوده سویچ رو همراه هیزوما داخل اون سنگچین آتیش کردی و
الان داخل اون آتیش سویچ ذوب شده و حین ذوب شدن اتصالی کرد و درها باز به حالت قفل در اومده. من بعد از این نظریه یاسین دیگه بالکل ذهنم به هم ریخت و هزار فکر سراغم اومد که توی این ارتفاع اگه واقعا سویچ توی آتیش ذوب شده باشه چجور ماشین امداد خبر کنم. به این فکر اعتنایی نکردم و همه اطراف، همه جایی که نشسته بودیم رو گشتم، اما اثری نبود. اون افکار منفی یه طرف، سنگینی که از لحظه‌ای که هیزوما رو آورده بودم یه طرف. به پیشنهاد سحر رفتیم کمی با بچه‌های گروه قدم بزنیم، شاید من فکرم کار کرد. فهمیدم واقعیت چی و سویچ خودرو چی شده. کمی که از محل کمپمون دور شدیم در تاریکی مطلق فرو رفته بودیم. ناگهان بوی بسیار بدی مثل تعفن لاشه ماهی حس کردم. به بچه‌ها گفتم و اونا هم تایید کردن. گفتیم شاید لاشه حیوانی مرده باشه که چند قدمی بعدتر صدای همهمی زیادی اومد و من به فاصله چند 10 متری در جاده جسمی ریز قامت حدود 110 سانت سیاه و کدر به نظرم اومد که به حالت خمیده پشت تخت سنگی رفت و من به روی خودم نیاوردم. اما دوستم یاسین به جمع بلند گفت بچه‌ها صدای آدم میاد، اون تا چیزی رد شد دیدین؟ من گفتم خب از وسایل دور شدیم، بیایم برگردیم. توی راه همش لعنت میفرستادم به شیاطین و میگفتم لعنت به شما، لعنت به پدرتون ابلیس، اگه کار شماست شما رو واگذار میکنم به مولا علی، لعنت به شما، لعنت به شما. چون از یه عالمی شنیده بودم اجنه کافر خیلی از امیرالمومنین میترسن و اگه پناه ببری همچین مواقعی بعد از خداوند به ایشون گزندی بهمون نمیرسونن و شاید فقط در حد ترس باشه. همین که این حرفا رو توی دلم زدم 2 سنگ جلوی پام افتاد. من زود به بچه‌ها گفتم بریم توی محل رصد تا من آتیشو خاموش کنم. وقتی داشتم آتیشو خاموش میکردم سوره فلق و ناس خوندم و توکل کردم به خدا. بعد از انجام رصد به کمک یاسین و سحر توی زغالهای مونده از آتیش گشتیم دنبال تیکه فلز سویچ ماشین و تمام سنگ چینا رو برداشتیم و جابجا کردیم، اما اثری نبود که نبود. ساعت حوالی 3 شب شده بود. نشستیم تا شام بخوریم که ناگهان باز من اون موجود رو واضح‌تر و نزدیک‌تر دیدم. یه موجود پیرمرد مانند، قد کوتاه، ژنده پوش، بدن پشمالو با کمری خمیده و عصایی عجیب، با خیالی راحت از پشت ماشین یاسین به سمت پشت ماشین من حرکت کرد. من لقمه غذا تو دهنم گیر کرد و نگام خشک و زود بسم الله و لعنت فرستادم، اما چیزی نگفتم تا دلهره رخ بده توی جمعمون. همونجا 100 بار صلوات فرستادم و در آخر به حضرت علی متوسل شدم تا این شر از ما و گروهمون دفع بشه. بعد از شام لوازممون رو جمع کردیم و قرار شد بچه‌ها برن و صبح با یه امدادگر بیان و ماشین رو راه بندازن. همونجا به دلم افتاد باز خودم برم لابلای زغالا رو بگردم که با صحنه عجیبی مواجه شدم. سویچ خودرو تمیز و سالم روی تخت سنگ بزرگی بود که حدود 5 بار ما جابجاش کرده بودیم. چطور ممکن بود؟ سحر و یاسین رو صدا کردم. همگی فقط با دیدن این صحنه خشکمون زد و
نگاه به هم کردیم. بعد زود به خودمون اومدیم و سریع اومدیم پایین. فردای همون روز من رفتم دفتر یکی از مراجع پیش یه بزرگواری که در این رشته از علوم آشنایی مناسبی دارن و شرح ماجرا رو براشون گفتم که ایشون بعد از دیدن این فیلم گفتن ببین آقای دبیری، اونجا قلمرو اجنه ناری و کافر بوده و دقیقاً همون محل قصر پادشاه اون منطقه بوده و اون شب عروسی یکی از پسراش بوده و خدا بهتون رحم کرد که آسیبی به شما نرسوندن. توی فیلم نگاه کن، اون حاله بنفش و خاکستری رنگ دور آتیشو نگاه کن. اون بارها اومده و هشدار داده بهتون اما شما نخواستین متوجه بشین. سپس اسم اون جن و قبیلش رو هم گفت و تأکید کرد دیگه نرید یا اگه میرید حتما هرز و حصار همراه داشته باشید. من گفتم سید جان شما از کجا با یه فیلم فهمیدی؟ گفت من قبلا توی این محل برای بازدید از اون منطقه نظامی رفتم و آشنایی دارم. این بود اتفاقی که برام رخ داد. سلام، اسمم اشک مهر و این داستان از زبان یکی از دوستان میخوام تعریف کنم. اسم این داستان طلسم گنجه. دوستم تعریف میکرد که 11 سال پیش همه جا خبر از قبرستان فهرج و گنج هایی که داخلش هست و چند نفر که یه مقدار گنج پیدا کرده بودن توی شهرمون یزد پیچیده شده بود و من و 4 تا از رفیقام که هر کدوممون واسه خودمون یلی بودیم با بیل و کلنگ و وسایل و دستگاه گنجیاب با ماشین 405 حرکت کردیم به سمت فهرج. به قبرستون که رسیدیم شروع کردیم به کاوش تا یه جایی که دستگاه علامت داد. ساعت 2 شب بود. ماشین رو روشن و دراشو باز گذاشتیم تا اگه پلیس یا کسی اومد بتونیم راحت فرار کنیم. همه جا تاریک ظلمات، چشمو نمیدید. سکوت مرگبار فضای رعب و وحشت قبرستون کهنه و قدیمی رو فرا گرفته بود. شروع کردیم به کندن. دستگاه عمق 2 متری زمین رو نشون میداد و ما خوشحال از این که وقت زیادی نمیگیره مشغول کار شدیم. هر کی خسته میشد سری می اومد بیرون و نفر بعدی میرفت داخل به کار ادامه میداد. 2 متر که کندیم یکی از دوستام که مشغول کندن بود گفت رسیدم به خاک نرم. اینم بگم هر جای گنج باشه 0.5 مترشو خاک دستریز و نرم میریزن که نشونه رسیدن به گنج باشه. یکی از دوستام گفت بیا بیرون من ادامه میدم. طرف رفت و شروع کرد تون با دست خاکا رو بیرون ریختن. بعد از چند دقیقه که دستاشو داخل خاک فرو برده بود گفت بچه‌ها یه چیز نرمی احساس میکنم. فکر کنم یه دستمال واسه نشونه گذاشته باشن روی گنج. با 2 دستاش اون چیز نرمو گرفت و آورد بیرون. عین 5 نفرمون میخوب شدیم از ترس. توی دست رفیقم یه نوزاد تازه متولد شده زنده بود که شروع کرد به جیغ زدن و گریه کردن. صدای اون بچه توی تموم قبرستون پیچیده شده بود و همه ما از ترس چند ثانیه جرأت نفس کشیدن نداشتیم. انگار میخکوب شده بودیم و هیچ کس قادر به حرکت کردن نبود. همه قفل کردیم. بعد از چند دقیقه یهویی قفل بدنمون آزاد شد و همه وسایل همونجا گذاشتیم و پریدیم توی ماشین و الفرار. از اون موقع به بعد
هرگز دنبال زیرخاکی و گنج نرفتم. دوستم موقعی تعریف کردن تمام حس ترس و وحشت توی چشماشو توی حرف زدنش میشد راحت فهمید. بعد ازش پرسیدم بچه چی شد؟ گفت کدوم بچه؟ اگه اون واقعا نوزاد بود که توی 2 متر زیر زمین حتما تلف میشد. طلسمات گنج زیادن و اونا به چشم ما میتونن به صورت حیوان یا انسان در بیان. در واقع جنن که به این شکل در بیان.